سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب من. این هودیه رو خیلی دوست دارم، برای همین تو همین ویدیوها شما میبینید که این هودیه تن منه. بریم برای برنامه ریزی. این پنر زیاد نمیدونم، دوستش ندارم. این اصلا قشنگ من تیشرت داداشم رو پوشیدم و امیدوارم که این ویدیو رو نبینه. برای همین من الان گوش نمه برقومه. من الان اومدم، بانک بسته بود و من بیهوده رفتم. میدونی دل اسیره. بچه دیرم شده، این استایل منه. میخوام برم مهمونی، ماه پشتم هم بافتم. فعلا خدافظ. چه اصل و نسب آل ایرانیه، تپر رستم زال ایرانیه. بچه ها، من راجع به بولت ژورنال تحقیق کردم و نکاتی که شما باید بدونین و اینجا روی تختم نوشتم. فقط یه نکته قبلش بگم و اونم اینه که حتما صفحه های دفترتون ضخیم باشه، یا اگه ضخیم نیست برای تمیزکاری بهتر یک صفحه فاصله بذارین برای هر آیتمی که دارین. اولین چیزی که شما باید توی ژورنال نویسیتون انجام بدین فهرسته. شما موضوعاتی که در صفحه ها می نویسین فهرست بندی می کنین. این فهرست خیلی مفیده به نظر من، این که همین که منظمه دفترتون و همین که هر چیزی که میخواین بهش برگردین راحت تر پیداش میکنین. این از فهرست من. دومین چیز آینده نگاره. آینده نگار همینجوری که از اسمش معلومه، یعنی این که شما میاین آینده رو یه جورایی پیش بینی میکنین. 12 ماه سالتون رو مینویسین، میایید زیر اون ماه ها مینویسین که قراره که توی این ماه چه اتفاقی بیفته. این از آینده نگار. یا نکنین چقدر کیوته. دی، بهمن و اسفند. سومین ماهنگاره. ماهنگار به 2 بخش تقسیم میشه: وظایفی که مشخص شده و وظایفی که مشخص نشده. این وظایف مشخص شده رو شما اینا رو میایین تاریخ مثلا اردیبهشت رو مینویسین 1
2 3 4 تا حالا آخر اردیبهشت خب مینویسین و وظایفی که مشخص شده. مثلا من 5 اردیبهشت باید با آقای احمدی برم سر قرار. این وظایف مشخص شده، شما نمیتونی هر روزی از اردیبهشت اینو بری، فقط باید 5 اردیبهشت اینو بری. وظایف نامشخص اینجوریه که شما میدونین اونا باید توی ماه اردیبهشت انجام بشن ولی دقیقاً نمیدونین چه روزیه، فقط باید انجام بشن تو اون ماه. مثلا چی؟ من امتحان رانندگی باید بدم، اینو نمیتونی معلوم کنی که کی امتحانشو میدی و کی قبول میشی، پس اینو میای مینویسی توی وظایف نامشخص در ماهنگار. این ماهنگار دی، ماهنگار بهمن، ماهنگار اسفند. 4می روزنگار، برنامه روزانه‌تون رو میای مینویسیم. مثلا من شنبه 1 بهمن چه کارهایی انجام دادم. 5می ردیاب عادت هاست. اینجوریه که کارهایی که ما میخوایم تبدیل به یک عادت بشه، تبدیل به یک روتین بشه، ردیابی میکنیم. حالا میتونه ماهانه باشه یا هفتگی باشه. مثلا من میخوام اینجا نوشتم براتون ورزش کنم، میام مینویسم روزای هفته رو اینجا نوشتم، مشخص کردم، ردیابی عادت کردم. مثلا من شنبه انجام دادم ولی جمعه انجام ندادم. اینجوری شما متوجه میشین که اون کاری که خواستین تبدیل به عادت بشه رو در واقع چگونه در ماه اونو پیاده کردین، کدوم روزو انجام ندادین، چرا اون روزو انجام ندادین و بتونین شما روندتون رو بهتر کنین. و ردیاب عادت دی ماه. بچه من فقط عادت دی ماه نوشتم چون نمیدونستم که توی بهمن و اسفند میخوام چه عادتی رو در واقع ردیابی کنم. شاید دوباره همینا باشه، شاید هم بخوام 1-2 تا بهش اضافه کنم، برای همین فعلا ننوشتم. حالا مال دی ماه میخوام زبان انگلیسی، ورزش، 5 دقیقه در روز کاری نکردن، یعنی 5 دقیقه در روز هیچ کاری نکنم. بعد مدیتیشن، خوابیدن به موقع ساعت 12، غذا خوردن آگاهانه که راجع به این من یه ویدیو حالا براتون درست میکنم. 6 مهاجرت در پایان هر سال یا حتی ماه هم میشه. شما میایین مرور میکنین ژورنالتون رو و میبینین که یه سری کارهای مهم بوده که شما نتونستین تو اون سال یا تو اون ماه انجام بدین. این کارها رو شما انتقال میدین در واقع به ژورنال جدید یا ماه جدید که میتونه گفتم سال به سال یا ماه به ماه باشه. مثلا در صفحه مهاجرت من وزنم رو امسال کم نکردم، سال بعد وزنم باید کم کنم. کلاس نقاشی باید برم، تو این سال من نتونستم برم، تو سال بعد من باید کلاس نقاشی برم. این از این. بچه‌ها مهاجرتم ننوشتم به خاطر اینکه هنوز کارهای این ماهو انجام ندادم که بدونم که میخوام به ماه بعد انتقالشون بدم یا نه، یا شاید هم سال بعد. شما یک صفحه به نام مجموعه ها میتونید در ژورنالتون بنویسین که اینجوریه، میگم 12 تا کتاب من میخوام در سال بخونم، میام در مجموعه ها مینویسم مجموعه کتاب ها و اینها رو باید در سال بخونم. یه صفحه به نام مجموعه ها هم بود که من اونو هنوز ننوشتم ولی خب باید درست کنم براش، که اونو درست کردم بهتون نشون میدم توی ویدیو. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. کاکلی